میان خوجند و تاشکند خطسری نوی راهی آهن باز شد. حالا ما به شهر تاشکند روانه‌ایم. یک لحظه، آیا این خبر درست است؟ سلام علیکم دوستان. امروز ما شیوه‌های سریع و آسان سنجیدن خبرها را می‌آموزیم. اگر آماده اید پس شروع می‌کنیم. قدم یک، سرچشمه یا منبع را می‌سنجیم. خبر را کی نشر کرده است؟ آیا این یک رسانه با اعتماد و یا کدام یک کانال تصادفی یا گمنام در تلگرام است؟ اگر خبر مهم باشد آن را باید منبع‌های رسمی امثال وزارت نقلیات، شرکت‌های راه آهن نشر کنند. اگر این خبر تنها در شبکه‌های اجتماعی نشر شده باشد در پهن کردن آن شتاب نکنید. قدم دو، جزئیات را تفتیش می‌کنیم. اگر واقعا خط سیر نو راه اندازی شده است پس باید جزئیات آن هم دسترس باشد. تاریخ راه اندازی خط سیر، ارزش چپته، جدول حرکت قطارها. اگر چنین جزئیات دسترس نیست پس احتیاط شد. این میتواند خبری بافته باشد. قدم سه، عکس‌ها را تفتیش می‌کنیم. عکس را توسط گوگل ایمیج یا تینای میسنجیم. آن را به اینترنت وارد کرده جستجو خواهیم کرد. معلوم می‌شود که این عکس کهنه از یک خبر دیگر است. دستکاران اکثر وقت برای واقعی نشان دادن خبرها عکس‌های کهنه را نیز استفاده می‌کنند. خوب، ما چی را معین کردیم؟ اولا نادرست بودن خبر را اثبات کردیم. دوم، با استفاده از این مثال نشان دادیم که چطور خبرها را تفتیش کرد. بنابراین سه قدم ساده اما مهم را همیشه در خاطر داشته باشید. یکم، تفتیش منبع. دوم، جستجوی جزئیات و سوم، تفتیش عکس‌ها. میخواهید شیوه‌های شناخت و کار با اطلاعات درست و بی‌خطر را بیاموزید؟ به صفحه‌های ما ابونه شوید و خود را در بازی سواد رسانه‌ای کلور بسنجید.